اینجا کوهگیلویه و بویراحمد است، سرزمین بلوط و صخره‌گاه چویل و آویشن، دیار آری و برزن و سرزمین مردمانی با قلب‌هایی بزرگ. و چشمه‌های دژکوه بود که نخستین ساکنان کوهگیلویه تپه بیبی زلیخایی را برای سکونت خود در عصر نوسنگی انتخاب کردند. اون سرزمین کوهگیلویه که پیش از آن با نامهای پارسوماش در بند پارس و الیمائیس شناخته میشد، کوهستانهای کوهگیلویه و بویراحمد امروزی که بر اساس نوشته‌های مورخین یونانی آخرین هنگ از ارتش ایران، این پسر همان اردشیر بابکان نوه ساسان و رامبهشت بود. باستانشناسان در زاگرس جنوبی انگشت به دهان ماندند، جایی در پشت سد خرسان 3. بیش از 3.5 قرن با نام الیمائیس قلمروی از کوهستان‌های کوهگیلویه و بویراحمد میراثی از پدران خود دارند که مدیون همین دژ کوهستانی زاگرس است. تابکان لر یکی از بزرگترین این حکومت‌ها بود که سرزمین کوهگیلویه و در مقیاسی بزرگتر بزرگان و موبدان سپاهی گران فراهم کردم که هیچ پهلوانی از توران زمین توان هماوردی و پنجه در پنجه شدن با ایشان ندارد.